السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دوستان و برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی جمله مسلمانانی که بیمار هستند خداوند اونها را شفای کامل و عاجل عطا فرماید. یک برادر زنگ زد که مادرش بیماری روحیه و بیماری کرونا ویروس شدگی. از همتون خواهش که در حقشون دعا کنین که خداوند جمله مسلمانانی که بیمار هستند اونها را شفای کامل و عاجل عطا بفرماید. برادران عزیز، باور کنین از سبب اونی که پیری نگروز کشیدگی خوندن دلمون باور کنین در میکنه، قرتقام گرفتگی هستن، یعنی اسپید نمیکنم. هر یک آدم در زنگش جواب بدم. بعضی رو چون میگیم گبای قبیح هم مینویسن در واتساپ، جنگ مون میکنن، بعضی رو در شما میکنن. خدا نگهبانتون باشه. اسپید نمیکنم، من خودم تنهایم. مثال قریا بسیار هستن، انشالله که خدمت اونا را کنین، خدمتتون نمیکنن. زنگشون بزنین بری خدمتشون نکنین، انشالله اونها هم در خدمت شما هستن. و اون خاطر ما اسپید نمیکنم. از همتون خواهش، وقتی که زنگ زدین یعنی تلفنتون نبرداشتن، یکی نتونستم برداشته، مثال یکون سبب باشه، شاید که در خانه نباشم، شاید که نتونم برداشته، شاید که در حالت قرانخوانی باشم، شاید که مریض باشم. یعنی بعضی برادرها ساعت 4 شب میبیاین. التماس پیش اونی که میبین زنگ بزنین، دقیقه سکنی که هم حالت خوندن میتونین، هست ای وقتون بیایم یا که نیاییم. برای که بگیم در 5 اتاج زندگی میکنیم، هم برادرها که میبین بسیار جلب میشه. چند بار اچسکوی زنگ زدن، روزش نه که زنگ نزنن. بعضیش ساعت 10 شب 11 شب میایه، من خوندنی میستم، یا لطفی منو بخون. خودم مریض، آدم بیمار، گفتی که کارش میمونه، قفای سلامتیش میشه. روزانه میبیاد تا اینکه بخوننش خدا شفاش بده. وقتی که شب انسان میبیاد، شب انسان مانده میشه. مثلا ما روزانه بگیم ساعت 8 سر میرن، مانده میشیم. هر یک کدوم روز پیدا میکنیم که دل نبخونیم. برای خودتون پروستو پریسا کنید که 4 ساعت در یک جا پروستو بشینید، چقدر مانده میشین. اگر بزنید و چقدر مانده میشین. اگر با یکون قرآن بخونین و انسانی که اوید بر رقیه شرعیه به نهایت مانده میشه. مثل که انسان 3 روز کار کنه، یک کس جنش براره، هم خیلی مانده میشه. و مخاطی دوستانی عزیز، از همتون بخشیش، یعنی من پرایل بفهمی که من اسپید نمیکنم در هر یک زنگش ما جواب دادن. و از همتون خواهش برادران عزیز، یعنی همین فعلتون پرتوین اپا و خواهرها و اکو دادرها، یعنی ما با صورت خونده نمیتونیم. از سمرقند ای بخارا و ای تاجیکستان و ای دیگه و دیگه و جو صورت روی میکنم، میگه امیره ببین کوچی درد داره، امیره بخون. یعنی زندگی مو خوب نیست، سلامتی مو خوب نیست، چکوی که هست و دیگه و دیگه و دیگه. یعنی ما موعود به کارو نیستیم. از همتون خواهش التماس خفه نشین. بعضیش میگه ما نمیتونیم خیلی خونده، خفه میشون که شما ما رد میکنین. یعنی ادرس ما تری کرونا میان، کاری که اون شخصیت هایی که کرونا به صورت خطی میخونن، اونا یک کار بیزنس کرده گیان. یعنی رقیه شرعیه خوندن یک کسب ما نیست. یعنی ما با خاطر آنه که میخونیم، میخوندم اولی که سر کرده بودیم، بسیار برادرها میومن، مثال بیچاراش 17 18 19 20 21 22 خلاص کرد، بچه های یاش میدیدیم شد دلمون میسوخت. یعنی جوان گفتی که با حینی وقت حالت راحت زندگی شای، بس اورا جین زدگی با اون خاطر دلم میسوخت، میخوندم اونورا. از همتون خواهش، یعنی حرکت کنیم به ذکر و عبادت الله باشه که همین سحر و جادو و دیگه کارها برای ما و شما ضررش نرسونه. مثال دعاهایی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای ما و شما تعلیم داده است که همین جادوگرها ضررشون نرسونه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. همین دعاها را هر سحر و هر بیگاه یعنی بخونین و با فرزندهای خودتون همین ها را تعلیم بدین تا اینکه همین دعاها را تکرار کنن که یگان چیز ضررشون نرسونه. و دعای دیگه که اللهم اینی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام و من سیء الاسقام. و این دعاها را نیز یعنی تعلیم بگیرین خطان و با دیگران تعلیم بدهیم. و دعایی که بعد هر یک نماز باید ما و شما بخونیم، سبحان الله و بحمده
عدد خلقه و رضاء نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی. انشاءالله که بعد هر یک نماز این دعا را ما و شما که اگر خواندیم، انشاءالله که امیدوار هستیم یگان چیز ضرر برای ما و شما نمیرساند. یعنی یک صحابی نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگوید یا رسول الله برای من یگان چی امر کن که رزق و روزی من زیاد شود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای او امر میکنه که یعنی همیشه با وضو باش، یعنی همیشه پای به طهارت باش، رزق و روزیت انشاءالله که زیاد میشه. با اون خاطر دوستان عزیز، یعنی از خانه که خارج شدیم پای به طهارت انشاءالله که برآمدیم، انشاءالله در هر قدم عبادت است، یعنی ثواب میگیریم. و از خانه که خارج شدیم بگیم بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله فتبارك الله أحسن الخالقين اللهم احفظنا واسترنا يا رب العالمين. إن شاء الله که این دعاها را که خواندیم امیدوار هستم که یگان چیز ضررش نمیرسانم. بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان وقتی درون ماشین شدیم دعا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن شاء الله خیال میگم که همین دعاها 1 دقیقه و 2 دقیقه ما و شما را نمیگیره. 24 ساعت اگر که 2-3 دقیقه را برای همین ها اگر که صرف کردیم انشاءالله که امیدوار هستیم که پشیمان نمیشویم. و انشاءالله که در حق جمله مسلمانان دعاگو باشین که به نهایت بسیار شدگی است که برادرانی که سحر و جادوشون کردگیان یعنی که اپا و خواهرایی که سحر و جادوشون کردگیان از حد کنار زیاد شدگیان که الله هیچ گونه مسلمان یعنی به این بیماری مبتلا نگردانه. و بعضی برادرها زنگ میزنن که پیش فلانی رفتیم $10,000 دادیم، یعنی با واسطه صورت خون چکو کرد. بخشش زیاد ما کارا رو نمیکنیم، چیره صورت، نام نسب و دیگه و دیگه و دیگه، این کسب کار ما نیست. ما یگانه انسان که در پیشمون باشن هر آن چیزی که دست ما میان کارا میکنیم. ما فقط تنها خوانده میتونیم تمام رقیه شرعیه، یعنی ضد سحر و ضد حسد و عین دیگه و دیگه و دیگه اونا هم میخوانیم. و تا قرآن هستن دیگه، غیر اینها یکون چیز دیگه ما نمیخوانیم. با اون خاطر انشاءالله که کدامی که بیمار هسته میتونه که سوره فاتحه را 7 مرتبه بخونه، آیت الکرسی را 7 مرتبه بخونه، آخری سوره بقره را 7 مرتبه بخونه انشاءالله. و دیگون او شوف بکنه، دیگون ظرف او بگیره انشاءالله، همون او بخوره انشاءالله. میدونستم که سحر انشاءالله که از داخل بدنش میبره. یا اینکه کدامت که سحر و جادو داره انشاءالله که 2 ساعت بشینین و آیت الکرسی را فقط بخونین انشاءالله که میدونستم که سحر از بدن شما خارج میشه. و خیر در امان الله باشین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.